سلام دوستان، خسته نباشید. دوستان دو تا گیم پلی عالی تو سرور آفریقای جنوبی. اینا واقعا چی بگم، از اون خاک بر سریاست دیگه. اینا لوداتشون رو ببینی، این چی میگن، تگ و لوت دشمن و یار خودتو ببینی شاخ در میاری. واقعا این چیدمان اتشمندشون و گانایی که تو چی میگن لوداتشون هست شاخ در میاد. اینا از اول بازی تا آخر بازی استیکر پلیر، اکو پلیر، چی میگن جک 12، از اول تا آخر بازی همه جک 12 اکو استیکر، یعنی پدر آدمو در میارن. خلاصه ببینید دیگه، من بیشتر بازی رو سرعت دادم که خستتون نکشه دیگه. اینجا منو زدن، بعد من تا ریوای بشم این دوستمون که آفریقای جنوبیه، یعنی همون گینه نوه که تو لابی ازشون پرسیدم، یکیشون گینه نوه، یکی گینه استواییه، چیه اونجاست. خلاصه بگم دیگه اینا جک 12 پلیر رو، این اکو پلیر رو، بعد استیکر پلیرن، یعنی از اون خاک بر سریاست دیگه، از اون جاشون معلومه دیگه. یعنی رو در رو که میشن با انمی پدرشون رو در نیارن ول نمیکنن. چند بارم ما رو زدم با همین جک 12 و اکو اینا. تو بازی هم متوجه میشید دیگه، این لوداتشون و این چی میگن تگشون رو ببینید، تو همه تگا اکو، استیکر و جک 12 است. اینجا من ریوال شدم، اومدم گفتم که یه لوت کنم بعد برم پیش یارام دیگه. دیدم که اینا که نمیان، خودم یه چند تا انمی و بات و این چیزا رو بزنم، حداقل تعداد کیلم بره بالا. خلاصه اینجا ما مشغول بودیم دیگه، همش هم فکر میکردیم که آقا حداقل پینگمون که بالاست، یه چند تا کیل میزنیم و میایم بیرون دیگه. ولی دیدیم که نه آقا، اینجا تعداد کیلت از 7-8 تا بیشتر اصلا نمیشه. بعد ما اینجا فکر کردیم خلاصه جدا بپریم، حالا جدا حداقل بات بزنیم، انمی بزنیم، جدا باشیم دیگه بالاخره، وگرنه اینا همشون جک 12 و اکو پلیرن، نمیذارن کیل بگیری. اینجا صدای تیر و اینا دیدیم، با اسنایپ نگاه کردیم که کسی نیست، بعد رفتیم دوباره شروع به لوت کردیم. بعد اینجا یه چاپر نزدیک شد، یه نگاه کردم 4 نفرن اینجا نشستم که منو مفبر نکنن. خلاص اینا که رفتن، منم رفتم که یه ماشین پیدا کنم برم پیش یارام که اینجا مفبر نشم. این هویچی که جای چی میگن تیر و اینا هم گذاشتم، مخصوصا گذاشتم که اینا از کمتر از هویچ و بادمجون و اینا راضی نمیشن. همون که با جک 12 پلی میکنن معلومه دیگه، کمتر از هویچ و بادمجون راضی نمیشن که. اینجا هم ببین، فکر کنم جک 12 داشت یکی از یارام، از هم فاصله داره جک 12 میزنه، صدای جک 12 میاد. اینجا هر انمی ببینن نزنن ول نمی کنن که. ببین با استیکر زدش. واقعا اینا با گانی مثل رایفل و SMG و اینا رو بلد نیستن، فقط استیکر، جک 12 اکو. تو 5-6 دست باهاشون بازی کردم، یه بار ندیدم HS داشته باشن یا KRM داشته باشن. یکی از یارام همون شماره 1 همه چی داره، ولی همش دستش، یه دستش استیکر یا جک 12 است. اینجا هم ببین لوتا رو نگاه کنید، بعد اینکه چند نفر رو زدم
من میرم سر لوتا، تو همه لوتا یا جک 12 یا استیکره. اینجا ما چند نفر رو زدیم، اینجا به کمک یارمون اومدیم، 4مین نفر. اینجا یه رایفل کشیدیم AK-117 که واقعا عالیه. اینجا هم 5می. تیم مقابل هم اینطوریه، فقط یار من اینجوری نیست. یار من فقط جک 12 و اکو و استیکر داشت. یعنی لوت باکس دشمنا رو هم ببینی همشون استیکر و جک 12 ببین همین استیکر داشت. این استیکر و اکو اینجور چیزا دارن دیگه. یعنی رایفل و SMG حالیشون نمیشه، یعنی کمتر از هویچ و بادمجون راضی نیستن که اینا. این هم زدیم، بریم کاورش کنیم، بریم پشت بوم، از پشت بوم کاورش کنیم، شاید انمی باقی مونده باشه. خلاصه این یکی لوت باکس هم نگاه کنید، این هم استیکر داره. ببین این که مال دراپگانه استیکرش. واقعا بنازم به این سرور آفریقای جنوبی. اینجا اولین بار شماره 4 با AK-117 زدش یه نفر. اینجا من با اسنایپ کمکشون کردم، کیل به شماره 4 افتاد دیگه، با AK-117 زدش. دو تا با AK-117. اینجا هم گفتیم یه امتحان کنیم چقدر سفیدیم، که هیچ کدوم از تیرامون نخورد دیگه. بعد تو فایت ها اصلا مهلت بهت نمیدن، نمیذارن که کیل بگیری. ببین تو هر فایتی چه با اسنایپ بخوای بزنی چه با رایفل بزنی اینا سری میزنن. پینگ من که از 70 که اصلا نیومد بالا، همش 70 90 100 120. بعد یه چیز دیگه، اینا نمیدونم منو از کجا پیدا میکنن، پرچم که نمیزنن، درخواست میدن، منم میرم میبینم که از اونجا هاست دیگه، از آفریقا، از اروپا. ولی یه بدی که تو سرور اینا میفتی، پینگت خیلی میره بالا پایین. اینجا هم یه چند نفر مونده بود دیگه. ببینید تیم مقابلمونم جک 12 پلیر رو نان میگه، لانچر هم برداشتن. بعد اینجا فهمیدم که مثل خودشون باید یه جک 12 اکوی چی میگن استیکری تو بازی باید برداری که کم نیاری از کیل زدن و اینا، وگرنه از لحاظ کیل شماری بهشون اصلا نمیرسی. این اسنایپ هم مال خودم نبود، از لوت باکس برداشتم، مال دشمنه. بعضی تیران میخورد، بعضی هاشم خیلی بد میس میدادم. دمیج هاشون هم خیلی بد دمیج میخوردم من. جا من مونده بودم و با شماره یک ولی استیکر داشت تا جایی که من میدونم، ولی جلوتر میخوره اینم، ولی با رایفل میخوره.
نه با رایفل یکی رو میزنه ولی با جک 12 خودش میخوره دیگه، یعنی کیل میشه. اینجا من متوجه نشدم که با جک 12، بعد بازی که فیلمو نگاه کردم فهمیدم که با جک 12 شماره 1 خورده. اگه میدونستم روبروم جک 12 داره زیاد نزدیک نمیشدم. اینجا هم کلاسمو زدم، کلاسم درست کار نکرد. بعد اینجا هم الکی چی میگن راش دادیم، اینم راحت با جک 12 ما رو زد دیگه. خلاصه بازی بعد همش توی دستم استیکر بود دیگه که ازشون کم نیارم از کیل شماری و اینا. اینجا ما 8 تا زدیم، نفر اولمون 9 تا زد دیگه. اینجا یه دنس عالی که با از اون کریک کارت ها میگن چی میگن، از کارت های طلایی تو 10مین کارت داد دیگه. دنس خیلی خوشگلیه. حالا بریم بازی دومو که همش توی دستم استیکره، توی دستم هم رایفله. این بغل جک اون استیکره، استیکر رو پیدا کردم همین اول بازی دیگه، نمیندازم که زمین، از اول تا آخر استیکر. واقعا عالی میزنه. یه فینیشر ناقابلم بهش بزنیم به شروع کاری. اینجا اینا همه جا رو لوت کردن، یه تیر رایفل پیدا نمیشد. من همش از این خونه به اون خونه دنبال تیر رایفل میگشتم که حداقل یه 100 تایی 150 تایی تیر رایفل پیدا کنم. از شانس ما اصلا هیچ جا پیدا نمیشد. هر جا میرفتم یکی از یارام سریع میومد دیگه. ببین تا میری اون یکی خونه اون یکی یارت میاد، تا اون یکی میری اون یکی لوت شده، هیچی نیست. اینم دومی کیل دیگه با استیکر، دومی با استیکر. جلوتر انمی هم میزنه، فقط بات نیست، یه 2-3 تاش باته، بقیهش انمی هم که همشو ولی با استیکر میزنن. فقط 1-2 تاش فکر کنم با رایفل زدن دیگه، با AK-117. اینجا هم همش ما دنبال لوتیم دیگه، یه چند تا تیر پیدا کنیم. هیچی نیست دیگه، همه چی پیدا شد ولی تیر رایفل پیدا نشد. اینا رفتن فار، من اینجا دنبال لوتم. بریم که دنبال یارامون. اینجا هم همه چی لوت شده. ببین تو هر باکسی که میری استیکر و اکو اینا هستی. دوستان تا اینجای ویدیو که نگاه کردیم ممنون. از شما خواهش دارم که این کانال ما رو هم ساب کنید تا کانال ما بیشتر دیده بشه، تا تعداد سابسکرایبر ما هرچه سریعتر به تعداد لازم برسه، تا اینکه مانیتایز میگن به اون مانیتایزه برسه. ولی فکر نکنم توی 1-2 ماه به این مانیتایزه چیه به اون برسه، چون به 1000 سابسکرایب و 4000 ساعت چی میگن ویو چیه این باید دیده بشه. 4000 ساعت که الان حدوداً 100 ساعت ویو داریم تو این 20 روزی که فعالیت داریم.
اینم یه فینیشر. از اینایی که این لانچر میکنن خیلی بدم میاد. اینا رو که میزنن بعدش یه فینیشر هم میزنه. همیشه فینیشر حق این چی میگن لانچر کاراست دیگه. لانچر چیه؟ هر کلاسی بردارن مشکلی نیست. این لانچر به درد نمیخوره. فایت میزنی ها، ولی لانچرش تو رو کیل میکنه. بعد اینکه این رو خوابوندی دوباره این لانچر اینا کیلت میکنن دیگه. به خاطر اون خیلی فشاری میشی بعضی بازی. به ویژه آخر بازی این لانچر خیلی رو اعصاب و فشاره دیگه. اینجام یه انمی بود، بات بود، چی بود، خلاصه یه تیر ول کرد، ما هم پیاده شدیم. ما که استیکر دستمون بود، اینا هم با رایفل زدن میگه. من هم یه فینیشر نوش جونش کرد. یه عادتی که اینا دارن، سوار ماشین میشن از این مپ به اون مپ میرن، همشون هم دستشون همین شاتگانه دیگه، همون شاتگانایی که گفتن. هر جا انمی بات هر چی دیدن نوش جونشون میکنن. اینجا هم یه نفر گیر ما افتاد، من به خدا خبر نداشت دیگه. همون جک 12 و استیکر و همه چی داریم دیگه. این یکی تا فهمید همه چی داریم فرار کرد. بنده خدا آخر سر میگه یه نفر به چند نفر. هر کاری کرد خواست فرار کنه ما نذاشتیم. 4 نفری ریختیم سرش. انکه استیکر اینا، یکیش رایفل، یکیش چون اکو بود. اینجا من یه لحظه گمش کردم، فکر کنم این ور رفت. یه دفعه خودش اومد دیگه، اشتباه کرد. هممون گم کرده بودیم اینجا. یه دفعه خودش نینجا زد اومد جلوی پای ما دیگه. اینجا هم رفت لابی دیگه همش. اسکینو برم، استیکر رو بگیر. بعد یه چیز دیگه که هست، ایرانیا خیلی با چی میگن جک 12 و استیکر و ایکا پلی نمیدن، خیلی کم میبینم. همه شاتگان که میگیرن هم اچس و پیارم و ایناست. چله میگه به دوازه. این رد دات نمیدونم چرا تو تنظیمات بر نمیدارم. هر دفعه رد دات که میشه رو چی میگن گانای میتیک هم میذارم. تو تنظیمات درستش کنن. خودش چی میگن رد دات داره دیگه، گانای میتیک لازم نیست رد دات بذاریم. ببین اینم اکو داشت، ببین تو این لوت باکسه. این سرور همش چی میگن اکو پلیر رو، اکو میگم استیکر پلیر رو، اکو پلیر و جک 12 پلیر بود. این لوت باکس استیکر داشت. ببخشید اشتباه گفتم. بعد یه چیز دیگه هم فهمیدم، بازی سریع تموم میشه، یعنی 14-15 دقیقه تموم میشه، چون همه تیما اکو اینا دارن.
بعضی تیما سری میرن لابی دیگه، به خاطر اون سری بازی تموم میشه. اینجا هم فقط 7-8 نفر مونده بودن. اینجا یه هاور سوار دیدیم، نیک پرت کردیم ولی نیفتاد دیگه. ولی ما مثل یارامون دنبالش میریم دیگه، هر جا رفت از اینا یاد گرفتیم. اینجا هم این اکو پلیر بود. فکر کنم اکو بهتر از استیکره، دمیجش بیشتره. اینجا من راحت زد با اینکه شماره 1 بود، 3 بود، نه شماره 2 بود، زودتر از من یه چند تا تیر زده بود بهش. ولی باز منو خوابوند، شماره 1 هم خوابوند دیگه اینجا. ولی خودش هم خورد دیگه. خلاصه تو سرورهای خارجی که میافتید اما اولای بازی باید دقت کنی همتیمیات چه گانی دستشونه، بیشتر با چه گانی پلی میدن که تو هم ازشون از لحاظ کیل شماری و از لحاظ زیبایی بازی کم نیاری. وگرنه تو دستت SMG رایفل هر کاری کنی بهشون نمیرسی. نزدیک که میشن انمی اینا با اکو اینا سریع کیلو میگیرن، نمیذارن تو کیل بگیری. بعد زبون ما هم که یکی نیست که بهش بگی آقا داشت یه ذره محال بذار ما هم بزنیم یه چند تا کیل. اینا رو که نمیشه بهشون گفت، یعنی نمیتونیم هم باشون صحبت کنیم، زبونشون هم فرق میکنه. بعضی هاشون انگلیسی بلدن در یه حدی، در حد ما دیگه، در حد سلام خوبین از کجایی تو اینا. اینجا من دستم استیکر بود و این بنده خدا هم خبر نداشت دیگه از کجا میخوره. یه نفر مونده بود، اینم خواستیم با رایفل بزنیم، شماره 1 نذاشت دیگه. خلاصه تو سرور آفریقا اینا برید استیکر و اکو جک 12، فقط همین. ممنون که تا اینجای ویدیو نگاه کردید. دوستان از ویدیو خوشتون اومده کانال رو ساب کنید و علامت زنگوله رو هم فعال کنید تا کانال ما دیده بشه. ممنون از همه که تا اینجای ویدیو نگاه کردید. دوستتون دارم. خداحافظ همتون.